در مسکو نسبت به زاده تاجیکستان شهرزاد فاضلوف 23 ساله بر اساس دو بند کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی با استفاده از سلاح ماده 213 و مقاومت و زوروری نسبت به نماینده دولت ماده 318 پرونده جنایتی گشودند. به او طبق ماده 213 همچون جزا تا 7 سال زندان و برای مقاومت به پلیس بر اساس ماده 318 تا 10 سال زندان تهدید میکند. خود شهرزاد فاضلوف و یک دوستش که نیز شاهد عین حادثه بود برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه مقامات روز 28 اکتبر سال 2023 در ایستگاه اتوبوس در کوچه سوفیا کاوالیوفسکایا در شمال مسکو تیری از پیستولت پنیوماتیکی به زمین خالی کرده فاضلوف از اسفالت جسته به دست یک جوانزن زده است. این جوانزن که با کودکش در ایستگاه منتظر اتوبوس بود، از شهرزاد و دوستی او که سیگار میکشیدند خواهش کرده بود است که کمی دورتر سیگار بکشند تا دودش به دماغ کودک او نرسد. به بالای این بنا به اطلاع تلگرام کانال ماش که اولین شده درباره این حادثه خبر داد و نیز اولین شده اسم جوان دستگیر شده را نشر کرد، شهرزاد فاضلوف هنگام فرار در اتوبوس به طرف یک زن دیگر نیز از پیستولتش تیر خالی کرده هنگام بازداشت به کارمندان پلیس مقاومت نشان داده است. تلگرام کانال ماشین چون این خبر داد که گویا یکی از آن مردهای سیگارکش به خشم آمده به ندای روزها را بد میبینم، امریکا بهتر است، به زمین تیر خالی کرده است، ولی تیر از زمین جسته به دست آن جوانزن رسیده است. یولیا ایوانووا سخنگوی سراسر تفتیشات شهر مسکو شام 28 اکتبر بدون نشر نام گمان شونده خبر داد که نسبت به یک زاده تاجیکستان در رابطه به عملهای افباشانه در شمال مسکو پرونده جنایتی گشودند.